الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که درباره وهابی ها کمی معلومات دهید، زیرا که انسانی هست که بینهایت وهابی ها را تنقید میکند. بارک الله فیکم. اولا ما باید بدانیم که مذهب به نام وهابی نیست، و دوما باید بدانیم که کلمه وهابی را همچون وهابی گفتن و استفاده بردن این خطا است و غلط است. چرا که وهاب این نام الله است. الوهاب نام الله و صفت الله است. معناش به نهایت کثیر العطا. علما میگن یعنی بسیار عطا کننده و بسیار بخشنده. وهابی را به انسان نسبت دادن این غلط است. اما مردم این سخن را چرا میگویند؟ البته کدام مردم؟ صوفی ها و رافضه ها این سخن را به کی میگویند؟ این صفت را به کسانی میدهند و میگویند که اونها پیروان قرآن و سنت باشند، و اینها این سخن را اینچنین به خاطر این میگویند که یعنی پیروان محمد ابن عبدالوهاب را وهابی میگویند. هر کسی که گویا که به قرآن و سنت سخن کرد، هر کسی که پیروی سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرد، گویا که این پیروی محمد ابن عبدالوهاب کرد و این وهابی شد، که البته این غلط است و این عقیده باطل است و این فهم خطا است و این فهم دشمنان اسلام است. دشمنان اسلام از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا امروز به حق گویان و حق جویان و پیروان حق همیشه صفت ماندند. اولا به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند کاذب، دروغگو، گفتند سحر، ساحر، گفتند شاعر، گفتند مجنون، چخیلی که ولید ابن مغیره ساحر لقب گذاشت. سبحان الله. و بعد از این که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وفات کردند، به ابوبکر صدیق، به عمر و غیره لقب گذاشتند، یا که در حقشان غلو کردند، خصوصا در حق علی و غیره رافضه چخیلی کردند. و تا امروز این چیز وجود دارد. تا امروز این سنت الهی در حق صالحان و در حق مصلحان و در حق اولیاء الله وجود دارد. محمد ابن عبدالوهاب این یک عالم و یکی از مرد صالح اهل سنت و الجماعت و کسی که در زمانشان فساد را نابود کرده اند و به ضد فساد جنگیده اند و قائم کردند، و جزیره عرب را که در همان زمان به نهایت یک جای گویا که ترک کرده شده به هیچ کس نادرکار، و اونجا را که هیچ نظر حکومت امپری همون وقت عثمانی نمیکرد و به شرک غوطه زده را دعوت به سوی توحید کردند و تمام کتابشان درباره توحید نوشته شده است. بارک الله فیکم. همین انسان را میگویند محمد ابن عبدالوهاب، و این انسان هم یکی از صالحان بود و به این انسان هم لقب ماندن، لقب تکفیری، خوارج، و کسانی که پیروی کتاب‌های این انسان را میخوانند، کتاب‌های این انسان را میخوانند، دلیل‌هاش را نظر میکنند، و البته اهل سنت و جماعت هستند، اینها را وهاب میگوید. و البته این سخن را کی میگوید؟ دانید هر کسی که وهابی گفت و هر کسی که سلفی گفت، دانید که یا این اولا یا رافضه است، دوما یا صوفی هست، سوما یا ماتریدی اشعری است. از این هیچ بیرون نیست. یگان بیرون از این نیست. یا یگان جاهل احمق است که اصلا نمیفهمد که چی میگوید. پس برادران و خواهران موحدان، بارک الله فیکم، ما وهابی نیستیم و ما هیچ چیزی که سلف نگفتند به اون خدا ما رو نسان نمیتیم. ما اهل سنت و الجماعت هستیم. قرآن و سنت را به فهم سلف امت میگیریم، و همین کسی که همین منهج را یعنی قرآن و سنت را به فهم سلف امت میگیرد، همین را وهابی میگن که این خطا است و غلط است و تهمت است، و این همین فعلی مشرکان قریش بود که پیامبر را طعنه میزدند. امروز هم مشرکان اهل سنت را همچنین طعنه میزنند. بارک الله.